اولین آیکون رفت تو کلاب و میخوایم بریم از سوئد شروع کنیم. امروز قراره تو این ویدیو اولین آیکون FC26 مون رو باز کنیم و بزن بریم. بچه‌ها اینجاییم با جوایز سیلور کاپ و همه رو بردم. 15 تا بازی هم بیشتر نبود، از 35 تا بعد انجام میدادیم و تموم کردم و اینجا جوایزش رو داریم. اینجا یه دونه پلیر پیک 1 از 3 مثبت 83 داریم که اول اینو بزنیم ببینیم چی میده. اینو از چیز گرفتم، دیویژن رایولز گرفتم. سمت چپش 83 میده، نمیخوام گنده باشه. 83 داد جفتشو. این پلیر پیکام فقط از بازیکن‌های انگلیسی میدن و بهترین هم هری کین و جود بلینگام هم به نظر من و فقط دوست دارم اینجا بهم فودر بده. وسطی اصلا به درد نمیخوره. مثبت 81 سمت چپش 85 داد، خوبه. سمت راستش نمیدونم، واکاوت نبود. بریم برای خانم تونه و برش میدادیم منچستری باز بهمون میده. بریم برای اینجا 1 از 3 مثبت 84 یه دونه جود بلینگام بده میذارم جای پالمر و بازی میگیرم ازش. اگه هری کین بده که استقبال میکنیم و فودر خوبیه. وسطی 84 مدیسون رو داده بود پلیر پیک قبلی. سمت چپ مدیسون 84 ببین 1 از 3 مثبت 84 حداقل اینجا یه دونه واکاوت اش کن. نمیدونم 85 یا نمیری. پلیر پیکا رو بعد داد. حالا 75 ضرب در 3 رو میزنیم. پکا رو استارت زدیم. استی بوسنی بوندسلیگا کیه؟ بازیکن جدیده، دوست دارم بشناسمش. کیه ایشون؟ بوسنی من ندیدم تا بال جدی. ایشون کیست؟ اوه دمیروویچ. یه دونه توریر داریم، نمیدونم اصلا چرا اینو نگه داشتم، چرت و پرت داد. بچه شما این کاپه رو اصلا بازی کردید؟ اگه بازی کردید بگید از پکاش کیا رو زدید. 75 ضرب در 2 بزنیم. CAM انگلیس پیل ازه 80 ضرب در 2 پک بدی نیست. LB یکم موشی جوری بود. رابینسون رو داد. 80 ضرب در 3 این یکی هنوز واکاوت ندیدیم و روبین نویس میده. 81 ضرب در 2 پک بدی نیست. LM آلمانی بوندسلیگا. ای کاشکی میزد چیز دورتموند بهم کریم آدیمی میداد. 81 ضرب در 3 یه کوچولو لول آپش کردم. اصلا لول آپ نمیشه اینگاری و قندوقان رو داد. 81 ضرب در 5 پک خوبیه جدی. وای 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 داره بد میده. پشتش رولفو اوپندا داد. اوپندا دبلیو چند شده؟ اوپندا ارزون شده 85 کا. یه زمانی این 2 هفته اول فیفا گاز میگرفت دفاع رو، ولی هنوز فکر کنم سوپر ساب خوبی باشه. 82 ضرب در 3 لول آپ شده. واکاوت رو دیدیم بالاخره. CB برزیل او گابریل و دابل واکاوت هم نشد. ببین گابریل خوبه خدا وکیلی. 88 یه ریتینگ فودر خفنه. پشت داداشمون که هیچکی نیستش، کاش یه دونه 85 مینداخت. 83 ضرب در 2 تا داریم ازش. CAM نروژ. چرا من یاد چیز افتادم؟ ریتن افتادم. دومین 83 ضرب در 2 که انگاری اصلا واکاوت بده نیست. 83 ضرب در 3 یه دونه بازیکن بیشتره. یه دونه بازیکن بیشتره کارا در نمیتونه بیاره هنوز. خدا وکیلی گیر داده بیشتر بازیکن آرسنال داری بهمون میدی یا عجیب غریبه. 84 ضرب در 2 این واکاوت نشه دیگه خیلی عجیبه. 3 تا پک پایانی و این سیلور رو اصلا دیگه ول کنید. جامباره پک 100 کایو زدم که واکاوت داد. خوبه. RM اولیسه و دابل واکاوت نشد آجی، پشمام. یه اباحتی قدیم داشتش این آجی جامباره که باز خوبه. یه دونه تیم آف دی که انداخته پشتش رازیم کرد. اینجا یه دونه مثبت 87 PL داریم و BWSL که همون PL زنان میشه. یه دونه هم انگلیس کورنرستونز و کلی هیرو میرو اینا فقط بازیکن انگلیسی میده اینجا. من الان فیکسم پالمر گلده و اگه بیاد اینجا بهم پالمر فکر کنم کورنرستونز بده تمومه. اینو زدم. یا اول فاز که هیرو داد و پیتر کراوت. ای خدا هم واکاوت نشد هم قدش کلا زده بود از یه جا بالا، یعنی سقف و شکنده بود. گله رفت. چی دارم میگم؟ پیتر کراوچ داد.
پیل کلی بازیکنه خفن داره، مثبت 87 هم هست. میتونه اینجا بیاد بهمون سالیبا بده، میتونه بیاد بهمون گیوکرش بده و چند تا بازیکن الم داره. فقط نمیخوام لیگ زنان انگلیس ببینم. لفظ اومدم و واکات زنه. وای 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 وای، من چرا لفظ اومدم؟ چرا فقط داری آرسنالی میدی به من؟ وای 87 داد. خب یه دونه ریتینگ بالاتر ریتن میدادی، یه ماریانو از همین آرسنال میدادی، من 10 میبستم. این کلید چیه 87؟ حالا اومدیم تو اکانت ایلیا و اینجا ایلیا همون جوایز سیلور کاپ رو داره میزنیم، یک از 3 مثبت 81 و سری اسکیپ میکنم که بازی اینجا یکم وضعیت بهتر. خانم میده 87 میده و اینجا ایلیا جود بلینگام 90 داره و اگه بده که فودره براش و خوبه دیگه. اگه ندم که امیدوارم هریکینی چیزی بده فودر بگیره برای این اسپیسی هایی که میخواد بیاد پوگبا و اینا. مردم دیگه، خیلی خفنا دارم میاد تو اسپیسی که بابا بنازم اینجا داره بهتر از برای من میده. پکاشو با 75 ضرب در 3 شروع میکنیم. ببینیم وزن پکاش چجوریه. LW آلمان. حاجی دوست دارم ببینم چه بازیکنی. حاجی پیس خوب شده، نات بد، بازیکن بدی نیست. استاتسی خانم برند 82 ضرب در 2، یه دونه بازیکن بیشتر شده. استی قد بلندی داره، نروژی، سولوته، ولی کاش که واکاوت میکرد هلند میداد. 80 ضرب در 2، یکم از این پکا بزنیم. RM ترکیه، لالیگا. بچه شما آردا توران رو یادتون هست؟ بازیکن اتلتیکو مادرید بود، یه زمانی اومد برای بارسا بازی کرد ولی اسطوره چیز بود، اتلتیکو بود، واقعا بازیکن خفنی بود. اینجا بهمون ترکیه رو زد، یاد آردا توران افتادم. 81 ضرب در 3، 2 تا داریم. اولی CM کرواسی سریا لوکا مودریچ. 81 ضرب در 3، این یکی رو به من بده. واکاوت. مرسی CB قد بلند داره، برزیل. نمیدونم اولین واکاوتمونم فکر کنم اونجا از همین پکا چیز بود، همین گابریل بود و دابل واکاوت هم نشد مثل قبلی. بچه جدیدن میخوام یه سریالی ببینم ولی نمیدونم چی میخوام ببینم و همش دنبال یه سریال خوبم. اگه یه سریال خفن میدونی و میشناسی حتما تو کامنت ها بگو، حتما میرم میبینم. 81 ضرب در 5 رو بزنیم این وسط که بازم واکاوت، دابل واکاوت باش لطفا. و بک تو بک هم واکاوت داده بود. انگلیس کیه ایشون؟ آرسنال فکر کنم دوباره مید زدیم یا کیه این؟ 89 هست. 89 خانم مید بود دیگه. نه روسو بود. تا الان هر چی واکاوت زدیم آرسنالی بوده. یه دونه از آرسنال بکش بیرون، برو طرفای رئال مادرید و بارسا بازیکن خفن بده. اصلا این دیگه واکاوت نکرد دیگه. آجی گفت گم شو. 80 ضرب در 5 بده به من یه دونه بازیکن سوپر. LW اسپانیا، لالیگا، بارسا، فران تورس. پشتش تیم آف ویک خوبه آجی. 83 ضرب در 3 میتونه واکاوت بده. نداد و اگه بخواد واکاوت هم بده آجی فقط آرسنالی میده. 83 ضرب در 2 گم کردم اینا. کاشی اول اینو میزدم بعد اون 83 ضرب در 3. ولش کن، اینجا هم چرت و پرت داد. خدایی یه دونه روسو دادی با یه دونه گابریل با یه دونه خانم مید. نمیخوای بقیه‌شو خوب بدی؟ 84 ضرب در 2 رو زدم واکاوت کن. حاجی واکاوت نکرد و 84 ضرب در 2 قبلیمون هم همینو داده بود. چه سریع رسیدیم به 3 تا پک آخرش. جامبوری رو اول از همه میزنم. واکاوت کن. مرسی واکاوت میکنه. CB برزیل، نه فرانسه، پیل، کناته دابل واکاوت. پشتش بانو لیونیه. دیانی باش لطفا، دیانی باش، هر کی میخوای باش ولی دیانی باش. دیانی بابا بنازم. ببین لفظ اومدم دیانیو داد بابا بنازم. یه بازیکن فوق العاده سوپر با فینت شات ولاس، من دادمش، راضیم تو تیم خودم و تو تیم ایلیا هم الان زدیم. پشتش هم گراوانبرگ عجب پکی بود. کرکز هم حالا خوابیده، کرکزش مهم نیستش ولی گراوانبرگ آقا دبلیو. ببینیم چقدر ارزون شده. فکر کردم الان یه 70-80 کا باشه ولی خدای گیم پلی خفنی داره. بریم برای بانو دیانی ببینیم چند. زمانی که زدم 130 کا بود، الان 50 کا. از 50 کا پشمام، چقدر مارکت بده امسال. 2 تا بازیکن زدیم از پک قبلی که بندازه تو تیمش اشغال کنه. حالا اینجا 2 تا پک اصل کارش مونده. مثبت 87 پیلو زدم 100% واکاوت. میدونیم بانو نیست یا بانوه. بانو 87 خانم برایتو میده. از این بدتر نمیشد.
ببین یه چپ راست میکنم، پک آخرشو میزنم. انگلیس کورنر استونز. وای حاجی وای چقدر بد داد، چقدر بد داد. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل خیلی بد داد، خیلی بد داد. این ریتینگ ریلود کورنر، فکر کنم کورنر استونز زدیم. حاجی اورتون پیکفورد الان من اینو بگونم کجام، خیلی بد میده. ناراحتم. ببینیم پیکفورد چنده؟ 10K فکر کنم دیگه تهش. نه باز این 20K نمیدونم، شاید گلر بدی نیست. گلر هم زدیم برش اگه خواست استفاده کنه، ولی راضی نیستم. بابا دنی قمار کن اینجاست. ببین چی بستم، مکس 87 پیسای کن. ببین خشک تا اومد بستمش. نمیدونم فودر از کجا آوردن، البته دوتا 88 خریدم 15 کن، ولی مهم نیست. 30K از این کردم برای این بازیکن. میگم بازیکن برای این پک و الان داریمش، ولی میخوام قبلش جامبو گلد پک رو بزنم. و یه فکت نامحبوبی هستش که میگه پک قبل آیکون معلوم میکنه از کدوم ملیت بازیکن میزنی. حالا نمیدونم، یه فکت حالا چرت و پرتی که من میگم آرژانتینی. حاجی مرون نده. الان فکر میکنی من پک رو درجا بازی میکنم بفهمیم چی داده بهمون؟ این همه من بستم راه اومدم، این همه فودر ریختم توش، زارت تو 3 ثانیه اول ببینیم. میخوام برم رولت نیشنیش بکنم. اولین آیکون رفت تو کلاب و میخوایم بریم از سوئد شروع کنیم. ولز داریم؟ نمیدونم ولز داریم. آره ولز. بابا مگه داریم آخه. بابا خب چه 3 ثانیه همون شد، خب 10 ثانیه. بابا بذار بیای آیکون. بعد ما حاجی کاشکی پکو بازی میکردیم انیمیشن حداقل آیکون رو میدیدیم. خب این چه سمیه؟ ما اومدیم درجا ولزو بزنیم بالا بیای راش اولین آیکون. اولین حاجی باورم نمیشه. خب کاش که من میذاشتم پکو میدیدیم میزد استی فلان پشمامون میریخت. حداقل میزد استی ما میگفتیم فرناندو تورز بهمون الان راش داد. حداقل اونجا یه هایپی چیزی میشدیم. چرا من اومدم این کارو کردم؟ حداقل ولز نمیدادی، یه دوتا این ورتر میدادی، مثلا میگفتیم خب خیالمون راحته، حداقل شاید بهتر زده باشیم. میگم هیرو اولین آیکونمون شد راش. ببینیم این راش احمق چنده. البته تو این نباشه به اهالی فن لیورپول ها، من دوست دارم لیورپول ها رو، ولی خدا حاجی 80 که 200 کا اسپیسی بود. الان این آقا اینا چی داره؟ این چی داره؟ فینس داره چی؟ نه نظرم داره یکم عوض میشه، ولی خب چی داره آقا؟ چی داره؟ یه فرستوت پلاس داره، بیشتر نداره. پیس 84 داره که الان به درد نمیخوره. اجازه بالانس خوب که نداره و قیمتی هم نداره. خدا وکیلی. خدا با کلی امید و آرزو اومدم بستم، ولی بد داد به نظر. آقا شما قمار نکنید. شما مثل منو آینه عبرت خودتون قرار بدید و قمار نکنید و به جاش برید آقای بوسکتس ببندید یا فودرا رو نگه دارید برای اسپیسی هایی که هفته بعد داره میاد. فودن داره میاد، نمیدونم پوگبا داره میاد، مهمتر از همه نگه دارید برامون و سر این آیکون خودتون رو به چخ ندید. خب داستان این ویدیومون هم تمام شد و اولین آیکون پکمون رو زدیم. خیلی بد داد به نظرم، ولی بازیکنه حالا نمیخوایم اونقدر رو بگیم بده، نات بده. این بغل می 2 تا ویدیو میاد، اگه دوست داشتی اینا رو حتما بهشون یه نگاه ریز بنداز و خیلی دوست دارم و خدافظ.